سلام و درود بر دوستان و همراهان همیشگی پیج NDT چشمان نامرئی. من بهزاد هستم، با شما همراه هستم با یک تست غیر مخرب دیگه، تست NDT، تست PT. مثلا اگر تازه با ما آشنا شدین ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا آموزش‌های بعدی ما رو از دست ندید. داخل تست PT از 3 تا اسپری استفاده میشه: اسپری پنترنت یا نفوذ کننده، اسپری کلینر یا تمیز کننده و اسپری دیولپر یا ظاهر کننده. دوستان عزیز، ما قبل از اینکه بخوایم تست رو شروع کنیم باید قسمتی که میخوایم تست کنیم آری از هر گونه عیب باشه. منظور از اینه که ما میگیم آری از هر گونه عیب باشه یعنی عیب‌های ویژوالی، عیب‌هایی که با چشم پیدا هستن، مثل روغن ها، چربی ها، گریس. و قسمتی که میخوایم تست کنیم اونا رو باید با برس خورده باشه، تمیزکاری شده باشه که ما بتونیم تستمون رو شروع کنیم. قبل از اینکه تست شروع کنیم خودمون باید با کلینر و پارچه قسمتی که میخوایم تست روش انجام بدیم رو باید تمیز کنیم. خب روش تست ما، تست پیتی این شکلی که ما اول میایم به پارچمون کلینر میزنیم و شروع به تمیزکاری میکنیم. تمیزکاری قبل از تست. تمیزکاری قبل از تست به خاطر اینه که اگر خاکی چیزی همونجوری که بهتون گفتم، چربی چیزی روی قسمتی که میخوایم تست کنیم مونده باشه، اونو برداریم که ما بتونیم پنترنتمون اعمال کنیم و نفوذ کافی داشته باشیم. دوستان تمیزکاری هم به این صورته که از یک سمت شروع به تمیزکاری میکنیم. منظور از این که از یک سمت شروع به تمیزکاری کنیم چی؟ منظور اینه که ما توی تمیزکاری اگه این قسمتی باشه که ما میخوام تمیزکاری کنیم حالت رفت و برگشت نباشه، یعنی دستمون از بالا به پایین حرکت ندیم، یا از بالا به پایین یا از پایین به بالا، یک حالت باید اون انجام بدیم. خب دوستان، ما اومدیم تمیزکاری انجام دادیم. حالا بعد از تمیزکاری میایم پنترنت رو اعمال میکنیم. پنترنت هم وقتی میخوایم اعمال کنیم این صورت این موقعی که پنترنت هم میزنیم باید تمام قسمت های میخوایم تست کنیم و کاور بکنیم یعنی پنترنت خورده باشه. خب نگاه کنید دوستان، تمام قسمت ها ما پنترنت زدیم. خب بعد از اینکه پنترنت زدیم ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم زمان نفوذ به پنترنت ما میدیم، دیول تایم. زمان نفوذ چیه؟ زمان نفوذ بستگی به استانداردی که شما استفاده میکنید داره. تو هر استانداردی زمان نفوذی داره شما. یعنی چی؟ یعنی ما بعد این مقدار، مثلا فرض کن میگه 5 تا 10 دقیقه داخل استاندارد، میگه 5 تا 10 دقیقه شما باید زمان بدین تا این پنترنت بتونه به تمام عیوب ریز و درشت نفوذ کنه. ما توی تست پیتی برای چی؟ برای عیوبی که به سطح راه داشته باشه استفاده میکنیم. ما بتونیم با پیتی
ببینی. بله عیب‌های زیر سطحی رو ما نمیتونیم با پیتی ببینیم. خب ما یه زمان میدیم برای نفوذ پنترنتمون، بعد از اون شروع به تمیزکاری میکنه و بقیه تست رو انجام میدیم. خب دوستان ما زمان نفوذ دادیم، الان میخوام چیکار کنیم؟ تمیزکاریمون رو شروع کنیم. برای تمیزکاری باید چیکار کنیم؟ از اسپری کلینر استفاده کنیم. اگه توجه کنیم خود عکس روی اسپری کلینر دست و دستمال است. جهت تمیزکاری هم نشون داده از یک سمت. خب ما میایم کلینر اعمال میکنیم و شروع به تمیزکاری از یک سمت شروع به تمیزکاری میکنیم. کلینره که زدیم دوباره از همون جایی که شروع کردیم شروع به تمیزکاری میکنیم. این کار تا زمانی انجام میدیم تا تمام پنترنت روی سطح برداشته بشه، اون پنترنت اضافه، که ما بتونیم دیولپر اعمال کنیم. به همین صورت که میبینید ما تمیزکاریمون انجام میدیم از یک سمت. حالت رفت و برگشت انجام نمیدیم، دستمون رو چپ و راستی نمیبریم، یا از چپ به راست یا از راست به چپ حرکت میدیم. فرقی هم نمیکنه از چپ به راست یا از راست به چپ، بستگی به خودتون داره از چه حالتی دارین استفاده میکنین. موقعیتتون تو چه حالتی بهتره برای تمیزکاری. ما این قسمت رو تمیز کردیم. قسمتی که تمیز کردیم دیولپر بزنیم و بریم سراغ قسمت های بعدی. خب بچه ها ما بعد از اینکه تمیزکاری با کلینر انجام دادیم، قبل از اعمال پنترنت تمیزکاریمون که انجام دادیم اومدیم پنترنت زدیم، زمان نفوذ بهش دادیم، بعد از زمان نفوذ اومدیم با کلینر پارچه تمیز کردیم. الان بعد از تمیزکاری اومدیم با هم دیولپر بزنیم. خب از جایی که تمیزکاری کردیم دیولپرمون شروع میکنیم. قبل از اینکه بخوام دیولپر بزنیم دیولپر باید خوب همش بزنیم تا مواد داخلش با هم ترکیب بشیم. خب دوستان ما اومدیم دیولپرمون رو زدیم، بریم سراغ تمیزکاری بقیه تستمون. بقیهش رو تمیزکاریش انجام بدیم و دوباره برگردیم دیولپر بزنیم. بعد از اون تفسیرشون به شما آموزش بدم.
بچه ها من تو هر ویدیو یه سری نکته‌های کلیدی بهتون میگم که توی تست میتونه از اونها استفاده کنه. این پیج آموزشیه، پس لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید از ما، زنگوله رو بزنید تا آموزش‌های بعدی منو از دست ندید. اگه هنوز لایک نکردید لطفاً لایک کن، کامنت بذارید، پیج ما رو فالو داشته باشین، دوستانتون پیج ما رو معرفی کنید، شاید اونم دوست داشته باشن با آموزش‌های ما آشنا بشن. دوستان به همین صورت که میبینیم ما داریم کلینر رو اعمال میکنیم و تمیزکاری انجام میدیم. من یه سری از کارا رو برای شما میذارم که عیوب داخلش باشه و شما بتونین با عیوب آشنا بشید. خیلی از چیزا رو داخل جزوات یا جای دیگه برای شما نگفتنن. خیلی چیزا رو ما بر اساس تجربه کاری توی کار برامون اتفاق افتادیم، فهمیدیم، متوجه شدیم اینا چجوری میشه روش‌ها رو انجام بدیم، چجوری میشه عیوب پیدا کنیم. پس اگه هنوز لایک نکردی، سابسکرایب نکردی، لایک سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا آموزش‌های بعدی منو از دست ندی. خیلی چیزا داخل کتابا نیست که شما بتونید اونا رو راحت پیدا کنید. خیلی چیزا رو باید تو آموزشگاه یاد بگیرین، این چیزها رو باید تو کار یاد بگیرین، تو صنعت یاد بگیرین با تجربه کاری. و الان من این تجربه کاری رو با شما دارم به اشتراک میذارم و شما هم از ما حمایت کنین با لایک کامنتاتون. من بتونم آموزش‌های بیشتری به شما آموزش بدم. خب دوستان، این قسمت هم ما کاملا تمیزکاریش انجام دادیم، به همون صورتی که مشاهده می‌فرمایید و دنباله دیولپر زدنمون رو شروع گفتیم. بعد از تمیزکاری دیولپر و هنگامی که میخوام دیولپر بزنیم اسپریش رو خوب تکون میدیم تا
هوا داخلش هم بخوره با هم ترکیب بشه. دوستان ما بریم سراغ قسمتی که اول تمیزکاریش انجام دادیم، دیولپرش زدیمه. بهتون نشون بدم عیوبو که چه عیوبی هستن، چه عیوبی میتونیم با پیتی نشون بدیم. نگاه کنید دوستان، این قسمت رو میبینید. این قسمت باید عیبش برطرف بشه. اینجا رو میبینید، اینجا قسمت که قرمز شده درست داخل این پیدا باشه. نگاه کنید قسمت رو میبینید، علامت میزنیم. قسمت رو میبینید، علامت میزنیم. این قسمت و این قسمت اینجا اینجا این قسمت این قسمت کلش علامت میزنیم. نگاه کنید ببینید اون جایی که قرمز شده عیبایی هستن که ما علامت زدیمه. دوستان یه چیزی من به شما آموزش بدم. اینجا رو میبینید، این قسمت رو، این قسمت جرقایی هستن که موقع سنگزنی چسبیدن و ما اگه تمیزکاریشون دوباره انجام بدیم متوجه میشیم اونا جرقن، نه عیبای جوش کن. ببینید این دیگه یکی از اون تجربه‌های کاری که بهتون گفتم. ببینین اگه من دوباره تمیزش میکنم این قسمت رو بهتون آموزش میدم، نشون میدم. اینجا جرقه بود، دوباره دیولپرم میزنم. زمان میدم تا خوش بشه. ببینید دوستان هیچ عیبی اینجا نیست، جرقه‌هایی بودن که چسبیده بودن اینجا. اینم یکی از تجربه‌های کاری. پس ما عیوب علامت زدیم. بعد از این که دوباره
سنگزنی همون انجام دادیم، میام دوباره تست روشون انجام بدیم که اگه اینا برطرف ببینیم برطرف شدنه یا نه. دوستان عزیز اگر هنوز لایک نکردین، سابسکرایب نکردین، با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید تا آموزش های بعدی شما رو به خدا میسپارم.